السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی شما. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را دهان گفته دشنام میدهد یا اینکه فلان فلان گفته، آیا با این خیل انسان زندگانی درست است یا نه؟ همه کارهایش را محیا میکنیم، باز گناه ما را یافته و ما را بیهوده لط و کوب میکند. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را بی گناه میزند، آیا این گناه نیست؟ میگویند که مرد را با مهر نگاه نکنی گناهگار میشوی. آخر ما او را با مهر نگاه میکنیم و ما او را حرمت میکنیم. این برادرها در همون جمعه شما اشتراک دارند. اکنون من از این خیل برادرها بیزارم که گویم غلط نمیکنم. همون برادری که اگر زن و فرزند دهان گفته دشنام کنه و خب و اینجا آمده با صحبتهای ما را گوش کنه و گوید من به تو مخلصم و من تو را حرمت میکنم، اگر تو برادری من باشی و تو مرا حرمت کنی و مخلص من باشی، تو هیچ وقت زن و فرزند، نه اینکه زن و فرزند خود، به کسی تو هیچ وقت دشنام برای خود شعار نمیگردانی. دادر عزیز، این مردی هم این نیست. گفته همون ابو عبدالله رودکی، مردی نبود فتاته را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکو یک فتاده است امروز زنها در دست ما و شما، امروز یک دستنگر ما و شما شدن، امروز دهان ما و شما را گوش میکنند. اکو همون دستنگر و همون در افتاده را ما در همون خیل حالت یافته و اکو لط و کوب کنیم. این دادرای عزیز، این جوان مردی نیست، این جوان مردی نیست. بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازی. انا تو موافق قرآن، موافق حدیث پیغمبر عمل کو، رفتار کو، حق مردی حق توست. ولی تا همین روز یک 5 یا 6 تا کلین ها، خیلی 2 تاش از همین شهر بوده، 3 تاش از ناحیه ها بوده است، آمدن شکایت کردن، 1 تاش عیب خود بوده است، خیلی اقرار شدن. 4 تا همینه خدا خیرتان دهد از خسرهاشون که خسرهای اونا را من میشناسم، از خسرهاشون شکایت کردن. خیلی 2 وجب ریشته را خسرش خدا خیرش دهد. سالش هم میبینی دیگر گویم که در ظاهرش آدم دیدن برابر میگد همین آدم شب زنده داره. همین انسان بر این دیگر آدم خوب ممکن یافت نشود، لیکن افسوس که در داخل چیزی نداشته است، در داخل رحم نبوده است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. برادر عزیز، ای خسری محترم، ای خوشتامن ظالم، گوش کن که پیغمبر خدا میگه کسی رحم نمیکنه به بندگان خدا، الله به او رحم نداره. یک رحمه برادر عزیز و گرامی. در همین خیل زمستان کودکا سر دست، چشمها پر آب، زندگی میخواهن و اینا نه تو قطعی بچه من دیگه زندگی نمیکنی. بچه خواهانه، بچه دوستدار، فقط پدر اگر زندگی کنی من عاقت میکنم. این عاق از کجا یافتین شما؟ بود برای من کمتر رحم و انصافه برادر عزیز و گرامی، کمتر رحم انصافه بیدار کنید. اگر هم تا دختری تو را با کودکاش به خانه خود روان کند، احوال تا ببین، اما از خودت خلاصه برات فقط با بعض میده ترین گناه ها شما اهمیت ندین. آخی کنی آدمی بی گناه، همون عمر خیام خدا خیرش داد گفته بود آخی ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو کنی یک انسان بی گناه. ما بی گناهیم، شما بی گناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العوف، خدا عوف دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تا هم ببخشی چی گپی نداره. زندگی از زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. همیشه آسمان زندگی یک جنگ می‌شود، یک کشاکش، یک قهر می‌شود، یک چی می‌شود، لیکن معنی را نداره که 3 طلاق در دامنش بدی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. اکر حاجی مرزا، ما را از حساب
ترس یک ملا گفتن که دعا خواند و پرهیز داد که 7 روز باید آبازی نکنی، حتی غسل هم، با یگان بلای دیگر باز گرفتار نشوی. و در خانه حتی میگویند که طهارت نکن و تنها به مسجد نرو در روز هم، اما من هم آبازی میکنم و هم به مسجد میروم. خب این چی میشده باشد؟ و درباره این سوال هم چیزی گوید. بعد از نان کردن و 2 روز بعید ماندن، آبازی کردن و در بعضی روزها ناخن گرفتن یا سرتراشی و دیگر کارها میگویند اینها اساس دارن یا نه؟ اساس ایناش اساس کنه دارن. هر روز شما ناخن هاتون نگیرین، این پاکیزگی برای ما و شما هر روز است. هر روز شما آلوفته باشین، تازه باشین، خوشبو باشین، لباسکای تازه پوشین. لیکن این پرهیزی که این برادر عزیز دادن، این پرهیز شما شک کردین، خدا خواهد صحت میشوید. این پرهیز شما نیست برادر. طهارت نکن، مسجد نرو، آبازی نکن، انا عکس همون کن، خدا تو را شفا میده. این نادرسته این پرهیز. برعکس این در باب جین ها می آید که آدم وقتی پای به طهارت میگرده در او جین داخل نمی شود. وقتی انسان نماز جماعت نمیاد، جین در او تأثیر نمی بخشد. برای همین شما عکس همون کنین، خدا خواه انشاءالله شما ثواب میگیرین. خب السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من در روز نماز عید قربان وارد مسجد شدم. در آنجا ملا امر معروف کرده ایستاده بود و بعضی شهروندان صدقاً توجه به ملا کردن بودند. بعضی ها سخنان آن را گوش نکرده با گفتگوی خودشان مشغول بودند. من باشم یک مراتبه گفتم که گپ نزنید. خب یک دم خاموش شدن و بعد چند دقیقه باز به سخن گفتن مشغول شدند. من خاموش نشسته فکر و خیالم به گفته های ملا بود تا چند شهروندان سخنگویشان زیاد شد. من به آواز بلند بر پدرتان لعنت گفته خب کنید 2-3 بار تکرار کردند و مردم تا آخر سخنان ملا را گوش کرده و خاموش ایستادند. سوال: آیا من برای این کار کردگیم در پیشگاه خدا گناهکار شدم یا نشدم؟ خیلی آدم خوب بوده ای، خیلی آدم نیک بوده ای که مثل این مردکایی که دهانی زن و دهانی فرزند و دشنام میکنن و با اینجا خاموش آمدگی نمیگن که خدا ما را میبخشه یا نمیبخشه. لیکن سیری اینها را زنهاشون با واسطه مکتوب ها که روان میکنن. خب تو با یک کلمه که بر پدرت لعنت گفتگی انسان، خب اینقدر باز ترس در وجود تو بوده است. خوش به حالتان برادر عزیز و گرامی. لیکن این عملی تو عملی نادرست است. یعنی همه وقت شما بینید خداوند ما را در سوره زنبور نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. شما بندگان من وقتی که میخواهید که تربیه کنین، میخواهید که تعلیم کنین، میخواهید که با پروردگارشان آشنا کنین، با سخنهای خوب با اونها رفتار کنین، اونها را با سخنهای نیک دعوت کنید. زین خاطر هیچ وقت ما در سخنرانی هامون برادر عزیز و گرامی سخن درشت هیچ وقت راه ندهیم. بگذار نماز میخواند نمیخواند، بگذار وای روزه میگیرد نمیگیرد، بگذار وای از کدام جمله انسان باشد نباشد، ماها حقی ویم تحقیر و مذمت و ملامت او را نداریم. اینو فراموش نکنید. ببینید سوره طه پروردگار به حضرت موسی و برادر او هارون چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. خدا به فرعونی که چی گفته بود؟ انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ هستم. ببینید خدا را بزرگیش انکار کرد و خودش خدا اعلان کرد. خدا به موسی و برادر او هارون چی سپارش داد؟ گوره میگوید که بر پدرت لعنت، یا مثال گوید که تو فاسقی، تو حرامی. ولی بعضی موعظه های بعضی از برادرها را شنیده میشودیم، این تأثیر بد داره. برادر عزیز، این پیش رای موعظه را با گرفته نه، این بسیار ضررهاش کلانه.
بسیار ناخوبه. میلش آخه عصبانی هم که شوید، دردم که کند، لیکن خود اکو خودداری کو. پیغمبر خدا گفتند بهترین و پهلوانترین شما آن کسی است که غضبش فرو میبرد. برای همین انمون موعظه هایی که امروز حرامی و فاسق و کافر و فلان فلان گفته می شود، اینا به فایده نیست برادر. اگرچه مردم ما امروز دوست می‌داره که یک کسی همین سیاست کنه، ای فاسق ای کافر، بعد مولانا که امر معروفی زور کرده، چی گفت؟ کافر گفت، فاسق گفت. برادر او زور نکرد، او جبر کرد، او ظلم کرد. خدا ما را میگه که شما وقتی که به سوی من کسی را میخونیم با سخنهای خوب دعوت کنیم. نزد فرعون که رفتی ای موسی و ای هارون، این خداوند چی میگه؟ اذهبا الی فرعون انه طغى، ای سرکش شد و خود چه خدا اعلان کرد رویم به قصرش. لیکن وقتی نزد فرعون که در آمدین چگونه معامله کنین؟ خدا را ببین چه بیان خوب میکنه. این برای تمام واعظا، برای تمام شما درس است. فقول له قولا لینا، شما در برابر فرعون ایستاده و با سخن ملایم، با سخن نرم، با سخن دلنشین او را دعوتی به سوی خدا کنید. بگو که از این راهت برگرد، این راه نادرست است، این راه غلط است. این خیلی با فرعون معامله کنید. خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی. ابو سعید ابوالخیر میگفت خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی، آن را به نماز و طاعت آباد کنی، هر روز 2000 بنده آزاد کنی، زان به نبود که خاطر شاد کنی. پیغمبر خدا میگفت من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی ایمان به خدا دارد، ایمان به روز قیامت دارد، سخن خوب گوید. فلیقل خیرا، سخن خوب گوید، او لیصمت. سخن خوب گفتن نمیتوانی، سکوت برای خودت اختیار کن، خاموشی را برای خودت اختیار کن. حضرت سعدی را بوستانش عجیب یک حکایه میارد، ممکن که همین برای بعضی از ما و شما درس شود. سگ بر آن آدم شرف دارد. شما ببینید سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی به دل فرود آید. میگوید که سگ بر آن آدم شرف دارد. و چه سگ از آدم شرف دارد؟ و خدا در آیت 69 از اسراء میگفت ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من طیبات. و پروردگار میگه ما فرزند آدم محترم ساختیم، مکرم ساختیم، با عزت گردانیدیم. از سعدی میگه که سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. اون انسانی که دل یک برادر می آزارد، در عزت نفس یک برادر گویم که سخن میراند، حضرت گفتن که سگ از تو بهتر است. برای چی؟ حالی حضرت بیان میکنم این سخن را حقیقتی باید تا معانی به دل فرود آید، تا معانی به دل فرود آید. آدمی با تو دست در مطعوم، طعام میگن که آدمی با تو دست در مطعوم، سگ ز بیرون آستان محروم. حیف باشد که سگ وفا دارد و آدمی دشمنی روا بیند. ببین میگه تو در یک طبق باید برادرت خوراک میخوری، باید برادرت همسایه‌ای، باید برادرت همنشینی، لیکن سگ در یک طبق تو، لیکن سگ از طبق تو جدا است، بیرون از آستان است.
ببین نگاه همونی که بیرون از آستان وفایی میکنه و این شخصی که با تو در یک طبق نان میخورد آزار که میگه از اون سگ بهتر است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من یک مخلصی دائمی شما هستم. با شما یک سوال دارم، التماس همین جمعه جواب گویید. من هر شب بعد از نماز خفتن سوره ملک را میخوانم. بعضی نفرها میگویند که این بعد نماز بامداد بخوانی بیشتر ثواب میگیری. خواهش دارم داملای عزیز بعد بامداد خوانم یا بعد خفتن؟ برادری عزیز راستی برخی اکو این اونقدر سوالی مشکل و مهمم نیست. اگر از روی این ترقیات های امروز و انکشاف هایی که امروز در علم هست، این آیت قرآن تو شب میخوانی روز میخوانی، خداوند یا ایها الذین آمنوا ذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. خدا میگه شما هر زمان اگر با قرآن باشین، هر زمان با یاد پروردگار باشین، خواه شب باشد، خواه روز باشد، خواه نصف روز باشد، خواه بیگاه باشد، فرقی ندارد، تو پیشگاه خدا در ثواب میگیری. و این خاطر این خاصه نشده است که ما شب سوره ملک خوانیم و یا سحری سوره یاسین خوانیم و یا فلان. این خاص نیست برادر عزیز و این تأکیدی هم نیست. هر زمان میتونین خواندن گیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما یک گروه مخلصان شما از شهر قرغان تپه آمدیم با زیارت شما. در حق ما دعا کنید. بچه ها حاضر از قرغان تپه آمدگی بچه ها امیدی دعا کردن. خدا قدماتان در حسنات و با صحت و سلامت به خاندانتان رساند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، شما یک سوال من در جواب گردانید. یک دختر از پول زنا حج رفته است، آیا حج او قبول هست یا نیست؟ برادری عزیز، اسلام دینی هست که فقط پاکیزگی را طلب میکند. زین خاطر حبیب خدا میگفتند ان الله طیب لا یقبل الا الطیبه. خداوند پاک است برادر عزیز و گرامی، قبول میسازد فقط از راه پاکی. یعنی هر چی که از راه پاکی باشد، از راه حلال باشد، او پیشگاه خدا در قبولیت دارد. هر کسی که نابسته راه زنا، راه زنا که خودش حرام است، خطرها دارد در دین ما، در ملت ما، در جامعه ما، در تربیه ما، یعنی در همه ساحه ها گویم خطری خیلی جدی دارد. لیکن با این پول کسی که اگر حج می رود، مخصوص سوالی تو ده، حجش حج نیست برادر عزیز، حج او حج نیست. چگونه حبیب خدا گفته است خدا پاک است و قبول نمی سازد مگر از پاکان. صوفی حضرت مولوی جنون می گفت تو ای صوفی که در بر می کنی دلق کنه و احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، چگونه در معرفت پالوده باشد؟ سگی که در پلیدی میکند رو، نگر چون میکند حل لقمه را بو. چرا تو به توقف میزنی دست، دهن چون ماهی اندازی به هر شست؟ بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. برادر عزیز، این دلالت به اون میکنه که ما وقتی که الحمدلله خودمان بندگان خدا می حسابیم، ما که برای خودمان معلمی بشریت حبیب خدا را همچون رسول الله، همچون پیغمبر آخر زمان قبول کردیم، ما از جانب پروردگارمان فرمان این است که ما باید که فقط حلال خوریم، از جانب حلال لقمه به دست آریم و از راه حلال با پروردگارمان عبادت کنیم. اون حدیثی هست مشهور است، حدیث مسلم، رجل یطیل السفر اشعث اغبر. ببینید، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدی الى السماء یا رب یا رب.
حبیب خدا حکایت دارد، یک مرد ممکن مثل همین زنی که از راه زنا حج رفته است و هم از کدام راه، یک مرد میگه نیت سفر کردن، اشعث اغبر، بسیار غبار آلود شدن و رنگ و روی ها همه زرد شد و همه پر از گرد و چنگ شد. در یک سفر است، مشکلات دارد. بعدم بر همون جای اساسی که نیتش بود رسید و دستاش برداشت و یا رب پروردگار از زارک کردن گرفت. پیغمبر خدا چی گفتن؟ و مطعمه حرام و ملبسه حرام و مشربه حرام و غذی بالحرام. این انسان از جمله همان کسانی بود که گویم خوراکش از راه حرام بود، نوشاکیش از راه حرام بود، خب ببینین، و لباسش از راه حرام بود و همگی پیدا کننده رزق روزی او از راه حرام بود. حبیب خدا چی گفتن؟ فانا یستجاب له، و گمان دارد که دعاش خدا قبول میکند؟ نه، قبول نمیکند. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، هر کسی از راه حرام حج میکند، طبق این آیت های قرآن و این احادیث های رسول اکرم، حج او حج نیست برادر عزیز. این اسلام حکمش هم تا صادر کرد، هم تا حکم برآوردگی هست. حضرت عبدالله ابن عمر میگفتن لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا و صمتم حتی تکونوا کالاوتار ما تقبل ذلك منکم حتی بورع حاجز. ببینین حضرت عبدالله گفتن اگر عمرتان 70 ساله 80 ساله فقط به نماز گذرانیدی، آنقدر نماز خواندی که میانت کالحنایا خم گشت، مثل پیرانسالا، موسفید پیرانسال، از نماز زیاده میانت گویم که خم گشت، آنقدر روزه داشتی که مثل ریسمان خراب شدی. ببین حبیب حضرت چی گفتن؟ ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجز. اگر تو این عبادت ها و این روزه داری ها پیوسته با حرام خوری ها بود، اینها در پیشگاه خدا یگان قدر و قیمت پیدا نکرد، یگان قدر و قیمت پیدا نکرد. این سخن عبدالله ابن عمر بچه حضرت عمر است. زین خاطر این حج نیست. حتی حدیث ها هست، امام احمد روایت میکند که هر کسی با لباس نماز میخواند که قیمت او 10 درهم است و 1 درهم همین لباس از راه حرام است، همون عبادت خدا قبول نمیکند. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکه حاجی میرزا، من 2 سوال دارم، میخواهم همین جمعه سوال منو جواب. در محله ما در مسجد ملا امام در وقتهای فریضه یعنی در نمازهای فرض دائم 2 سوره را میخواند بغیر از نماز خفتن. آیا میشود که آدم باید در فرضها سوره عصر و کوثر را دائم خواند؟ گویا این 2 سوره ثواب بسیار دارد و از دیگر سوره ها آدم باید این هر دو را اختیار کند؟ آیا این اساس دارد؟ نه، اساس ندارد. هر کسی که اگر برای کدام نماز کدام سوره را انتخاب میکند، این در مسئله ها حتی همین مختصر هم کتاب صلات هم باب کراهیت میگیرد. یعنی ما باید که برای نماز سوره مخصوص نداشته باشیم. ببینین هر از پیغمبر خدا زیاد روایت است که در 2 تا سنت بامداد سوره کافرون و سوره اخلاص میخوان پیغمبر، لیکن همین ما هم با خاص کردن میتونیم که هر بار در نمازهای سنت بامدادمان ما سوره کافرون و سوره اخلاص خوانیم. گاه برای آن که پیغمبر خدا خواندن گاه میخوانیم، با گاه جاش عوض میکنیم. و این خاطر این مخصوص سوره عصر کوثر ثوابش بیشتر و اونهاش کمتر نه، در قرآن این خیلی گپ نیست برادر عزیز. برای من هر سوره را که میخوانی همش درست است، با اگر خاصه کنی نادرست است. تو فقط همین 2 سوره را در همون نماز روا بینی و غیر این 2 سوره دیگر سوره ها را قبول نداشته باشی، در اون نماز تو ثواب باقی نمیماند. داده بعد از مردن یک شخص،
خاندار یک گروه موسفیدان را هر روز پنجشنبه فریاد میکند و آنها یک سال آمده دعا میکنند و سنگ میگردانند. 80 یا 90 دانه سنگ را دست به دست دعا خوانده میگردانند. التماس جواب پوره دهید. اگر گفته باشید من نشنیدم، بار دیگر تکرار کنید. اکو من این باباها را خیلی زیاد گفتگی هستم. برادر عزیز، در اطراف همین قریب که در پیش بعضی از برادرهای دینی مانم از پشت همین پنجشنبهگی و جمعه و سه‌بیگه هم کمتر روی شوم هم پیدا کردیم. لیکن بگذار، ما گفته بودیم که بگذار برادرای ما را قبول هم نداشته باشند، ما را نخواهنم، لیکن آن چیزی که حکم خدا و رسول است برادرای عزیز و گرامی، از همه قیمتی اونها بالاتر نیستند. برای همین ما گفته بودیم خدا گفته است، رسول گفته است. خب تا امروز خیلی میلش میگفتیم، تکرار میکردیم، بسیاری ها قبول کردند، بسیاری ها قبول نکردند و امروز خدا را شکر که باز رئیس جمهور هم فرمان خاصه در همین باره برآورد. این باید از جانب همه ما و شما به نام پروردگار به عزتش قسم به چشم و به سر باید قبولش داشته باشیم همگیمون. زیرا این گویم که یک فرمانه که فقط و فقط برای غمخواری همین مردم ما و شما هست. ببینید خداوندم پیغمبرم غمخواری برای بندگانش اینها را که از بین برداشت، امروز که از جانب گویم سردار دولت هم که دستگیر شد، مقصد غمخواری است. مقصد همین سطح زندگانی ما و شما بلند شدن است، به مقصد که ماها هم خیلی کم و بیش پولدار شویم، ما هم صاحب مال و ملک شویم، ما نیز گوییم که با بعضی آن چیزایی که امروز دنیا ترقی کرده است به آنها هم رسیم. یعنی آن پولهایی که ما در این راه صرف میکنیم در راه بهبودی اولاد اجداد خودمان صرف کنیم، این بالاتر است. برای همین دادرای عزیز، من جمعه گذشته گفته بودم اگر پنجشنبهگی دعوتتان کن نروین دادرای عزیز، و کوشش کنین همون رئیسای جماعت ها بین در همه مسئله مداخله میکنن. در یک خانه میره میشینیم به مقصد همون بیچاره دعوت کرده است، یک ماه پیش میره مینشینیم، هزار تاکید که در همین جگان گپ نزنی، حالا که تو حق نداری مثال پیش رای دهنی مرا گیری. من چیزی که گویم به فایده مردم و به فایده مثال مردم گپ میزنم، من به یگان ضرر کسی گپ زدگی نیستم. یکی وقتی که این قدر قدرت داری و پیش دهانی ما را میگیری، مردم از پنجشنبهگی و 7 و 40 هم نگه دار. بعضیاش خودشون رفته باور کن از بعضی ها بر بالا نشستگی خودش زده خورده سواری. برای همین از ما نیست برادر عزیز. من گفته بودم که چی دلیل حجتیه که مبادای ممکن آدمای هستن که گوین حاجی نادرست میگه، شما همون درست بودگی و نویسین در مکتوب، همینجا از جاز خیز بگو بخوان، من در بین مردم حجتاش هم میخوانم. کنی چی حجت دارد برای همین مسئله ها؟ بسیار به فایده ما و شماست، به خدا باور کنید. السلام علیکم داملای عزیز، حاجی میرزا، من یک مادر اسلامی شما هستم. از شما خوشنود هستم که اول پسرها ما را پسند نمی کردن، حرمت نمی کردن. از روزی که درباره حرمت پدر و مادر شما سخن گفتید، هر سحر پسر من دست راست مرا بوسه می کند. خدا برکتتون دهد. 30 سال شد که من حرمت پسر را ندیده بودم. به خدا قسم، خدا عمر شما را دراز کند. یک بچه دارم ملیسه هست، یک بچه دارم معلم است، یک بچه دارم دمرده است، یک بچه دارم دختر است، 5م بچه‌م از دنیا گذشته است. یک سوال دارم، یک کلینم خب دختر است، 3 ماه طفل را ابورت کرده است. از نگاه اسلام این چه خیلی است؟ از ناحیه جلگتار. یعنی برادر عزیز و گرامی، من در اطراف همین ابورت هم برای شما بیان کرده بودم که تا 4 ماهگی را، یعنی اگر یگان گویم نقص، یگان ضرر و یگان زیان خب دخترها خبر دهند که به جان مادر میرسد، خب یا خوف دارد، این حالت تا 4 ماهگی ابورت کردن درست است.
وقتی 4 ماهه کامل شد دیگر او را خدا که جانش میدراره، دیگر ما گوییم که چی؟ دیگر ابورت کردن برای او زن جایز نمیشه، زیرا که او الکی آدمی زنده هست. لیکن اگر همون 5 ماهه شود 6 ماهه شود، دکترها گویند که اگر همین فرزند از تو جدا شود خوف هلاک تو هست. انا برای همین خوف هلاک اگر دکترها خبر دهند، مادر حقوق دارد که ویا چند ماهه که باشد از وجودش دور کند. این هم رخصتش آمدگی هست.